سلام بیننده خوبی چینل اخلاق گروپ، امید که جور و صحتمند باشید. بیننده عزیز، آمدیم در طبقه چندم استاصف تو بگی؟ این طبقه نزدیکای پیشانش میشه. طبقه پنجم میشه نه؟ آره پیشانش. آره بالی استاد آصف آمده و امروز کس در خط می نماید در طبقه پنجم رسیده کارایشی. اما داریم که امروزی صحبت کنی درباره یک معلومات هم بگیری درباره کارهای نما و شی سوال کنی که در چند روز کار خور خلاص کرده در این طبقه رسیده، به خاطر از اینکه تا دفعه بعد ما مایم هفته بعد دیروز هم دادم و امروز هم دادم، تا هفته بعد مایم در این پروژه مطمئناً که خلاص منه و احتمالاً بنکشی کنه. به خاطر از او گفتم امروز بایم دیگه امروز قصه کنی و صحبت کنی. دیگه فعلا دوستا هستیم در طبقه پنجم. سعی کرد شما خطا نشنم دیگه خیره. سعی کن کوکای را چقدر معلوم میشه. گرامی، امید که جور و صحتمند باشید. بازم دوستا بالی استاصف هستیم و همراهش صحبت کنی که کار نمای خود چقدر دیر تمام کرده و فعلا موسیقای سال نو است دیگه چقدر طول کشیده و درباره نما ماشی معلومات بگیریم. سلام استاصف. سلام خستانم شما شهازی. سلامت باشید. تشکر. کمک بلند صحبت که وقت مایک دو اونجا. تشکر از اینکه گزارش می‌دید. خواهش نم. سلامت باشید. الله باشید آقا فیاضی. سلامت باشید. فقط ما در خدمتیم، شما فقط امر ما اطاعت کنید. خواهش نم. تشکر از شما. خب استاصف دم اول کار کسته شما ویدیو گرفتیم نه؟ آره آقا فیاضی. اول کار باز امروز گفتیم باز که ختم کار نما است، باز هم از شما یک ویدیو بگیری و احوالشون را بگیری و شما معلومات دارین حتما درباره نما معلومات بدین. دیگه چند نفر نما خلاص کردین در چند مدت؟ آقای فیاضی ما نزدیک 6 نفر ماره دیگه 6 نفر خاموش نزدیک تقریبا 25 روز میشه که امیر کار دیگه الان 6 نفریم داره کار می‌کنیم. ان شاء الله دیگه فردا پیش از دیگه قبل از دیگه تمام شد. آره ان شاء الله 6 نفر کار می‌کنین؟ 6 نفر کار. امی استادانی که نو هم ندارن کارهای نما خودشون چقدر کارا رو یاد گرفتن؟ خیلی خوب شده دیگه. یعنی یک دونه استاد فرهاد همچنان دیگه آره اون یک رسانه‌ای که دیگه در جریان کو داره کار میکنه دیگه. الحمدلله خدا رو شکر کلی گیش داره استاد میشه دیگه. استاد شده داره کار میکنه. بسیار خوب. آره دیگه. استاد جدید ما که خیلی نمای تقریبا خیلی قویه. در پشت کامرا دیگه. اینا رو معرفی کنید. آره. ایرا حالا اجازه داره نداره که معرفی کنیم دیگه. حالا دیگه خودش دیگه کامرامینه دیگه. کامرامینه دیگه. استاد باس اونور که بهترین نماکاره. استاد باس خب میشناسن. آره دیگه. همچنین دیگه استاد نصرت بهترین استادان خوب. دیگه همینطوری دیگه. آقای فیاضی عزیز دیگه کارم دیگه خودت میبینی که در حال تمامه. پیشانش رسیده. دیگه می تقریبا نزدیکای 25 روز شده که داره کار. ما برام لایک کنم. اینطوری آقای فیاضی. سلامت باشین استاصف. دیگه خوب است دیگه. بخاطر خود بیان چون نمار تمام کردین کارایش را و استادان جدید هم تولید. آره دیگه ان شاء الله داره دیگه اونایی که اومده کار از دیگه اینجا دیگه داره خوبه استا میشه داره دیگه. از کارگری خلاص میشه خودش دیگه برای خودش یه پیمان کار میشه. دقیقاً. آره ان شاء الله. استاد فرهاد شما بعد از تمام کردن از این کار کدام تصمیم نداره نگان پیمان کاری بگیرین؟ آره خودش تصمیم داره که پیمان کاری بگیره باید. فعلا خونه دیگه هست ما فلسفه هستیم. آره خب بازم تشکر آقای فیاضی که اومدی از ما ویدیو میگیری. گیرم دیگه ما یک جهان تشکر میکنیم از تو. سلامت باشی. باز بچه‌ها نمیاد پشت کامرا که مگولن هر موقع اومدیم ما در اختیار. سلامت باشید. تشکر از شما. زنده باشید دیگه. ما اینجا هستیم و از جریان کارا ویدیو میگیریم، معلومات بگیریم و همچنان ویدیوهای آموزشی بلده دوستا میلی که بعضی هایی که ان شاء الله امیدوارم که دوستا خوشش بیاد. هر جای باشد جور سلامت باشد. بازم تشکر میکنم از همه بیننده که ما رو نگاه میکنن. سلامت باشین دیگه. استاصف اگر کدام گفتنی باشد، اگر کدام گفتنی خاصی ندارم. هر جایی که دنیا باشد دوستا جور سلامت سر حال باشید. زنده باشین. آره دوستا و بیننده عزیز دیگه بدک ویدیوی
هفته از ما از ختم کار استاد آصف و خیر است باز این ویدیو دیگه استاد آصف هم کدام وقت شد بعد از خیلی مدت تا باز این ویدیو در چینل ببینم. آره ان شاء الله سلامت ختم باشید. کار چه وقت ان رسید شاء الله منتظرش هستم. بازم تشکر میکنم از شما آقای فیاضی که زحمت میکشین این کارا رو دیگه بازم یک دنیا ممنون از شما. ان شاء الله سلامتی کل استایا همه خصوصا استایا. پروژه اخلاقی گروپ. وقتتون بخیر بیننده عزیز تا ویدیوی بعد خدایا رو خدایا رو نگهدار شما. نگهدار. تشکر از کامرمن از ما. سلامت.